پارک دیدم یکی خیلی غمگین رو نیمکت نشسته و به زمین نگاه میکنه. رفتم یه گل چیدم دادم دستش. چیشاش یه برقی زد. پرسید مال منه؟ گفتم بله. یه لبخندی گوشه لبش نشست. بعد رفتم به باغبون گفتم اون یارو میبینی اونجا نشسته؟ هر روز میاد گلای پارکو میکنه و میره. باغبونم با بیل افتاد دنبالش. چی آی دکتر فکر کردین من علی اطوارم؟ فقط میخواستم ببینم یه شخص غمگین با چه سرعتی میتونه بدوه. آیه دکتر ماشین استاتیکی روشن کردم، درجا گرمش کردم. بفرمایید پشت رول. ناکس گیربوکس مقام ازبار آوردی پایی میگی بیا بشین پشت رول. هر بسیجی ساندیس خوری هم فهمید تو داری چی میگی. تو داری میگی وسط این بدبختی های عظما از اولیش که اولش قصد خیامو نگین آی دکتر. نه ترس، من قیامو نمیگم. تا عراق، تا سوریه، تا انتخابات، تا اروپا، تا آمریکا. این شد 6 تایی دکتر. آها این وسط اومد خون آذری جهرومی مشنگ اومد فیل هوا کنه، فیل رو نشون رو عضبا له و لوردش کرد. عین همون که باغون با بیل فرستاد دنبال شخص غمگین. آی دکتر اگه دردش یکی بودی چه بودی؟ اگه غم اندکی بودی چه بودی؟ به جای 7 مشعل زیر ریشمش های یکی چون فندکی بودی چه بودی؟ آی دکتر اگه این بدبختی ها یکی یکی می اومدن سراغ عظما میشد یه کارشون کرد. ناکس گست علکی نگی، یکی یکیش هم دیدیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه رو برق سفاز گرفت پرتش کرد کوبید به دیوار. میخواست از تک و تا نیفته. گفت نامردا اگه راست میگید یه فاز بیاین جلو. روشن شد یا بفرستم به دنبال برق سفاز. دکتر حالا این 7 بدبختی رو یکی یکی ازشون سوال میکنه. ناکس این کارو بکنی که رو بدبختی سوم همه بسیجی ها میریزن. 5-6 تاشو تو برنامه بیخیال شو. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن یارو 5 تا پرتقال خرید. اولی رو پوست کند خراب بود، دومی رو پوست کند خراب بود، سومی رو پوست کند خراب در اومد. گفت مرده شور این شانس رو ببرن. پاشو رفت چراغو خاموش کرد، چهارمی و پنجمی رو خورد. گفتن چرا خاموش کردن چی بود؟ گفت خب باید خودت بزنی به ندیدن و نفهمیدن وگرنه دق میکنی. آیا دکتر قبل از سوال در مورد انتخابات گزارش یه بسیجی هنوز نریخته خودجوشو داریم از حضور چند 10 میلیونی امت همیشه در صحنه توی این تظاهرات. بدش بده بیاد تو استودیو. الو بینم تو همین بسیجی هستی که این میگه؟ بله بله. تو تظاهرات چند نفری میشدن؟ کمش 2-3 هزار میلیون. خودجوش؟ خودجوش. تو پارسال روز قدس هم راهپیمایی بودی؟ بله خودجوش. کیک و ساندیس هم خوردی؟ فراوون. غلط کردی، روز قدس تو ماه رمضان بود ناکس. حال کردی سوال انحرافی رو مچشو گرفتم استراتژیکی. بسیجی مشنگ خودجوش خاک تو سرت کنن. گلاب زدی به تبلیغات مقام عظما. آی دکتر اینا فقط به ساندویچ و کیک التزام قلبی دارن. آره مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که چرچیل داشت با تاکسی میرفت ساختمون رادیو سخنرانی بکنه. به راننده تاکسی گفت همینجا نیم ساعت صبر کن من برمیگردم. راننده که چرچیل رو به قیافه نمیشناخت گفت نمیشه، میخوام سریع برم خونه سخنرانی چرچیل رو از رادیو گوش کنم. چرچیل خوشش اومد که طرف اینقدر خاطرشو میخواد، یک اسکناس 10 پوندی در آورد داد بهش. اونم برگشت گفت گور بابای چرچیل و 7 جد و آبادش، تا فردا بخوای همینجا منتظرت میمونم. اما بحث استراتژیکی انتخابات، یه جمله خلاصه بهت میگم، اینایی که میگن انتخابات نگو یک سگ دعوای بزرگ بگو خیلی اشتباه میکنن. آخش خیالم راحت شد چون این روزا همه میگن انتخابات نگو یک سگ دعوای بزرگ بگو. نه خیر، یک سگ دعوای بزرگ چیه؟ 2 تا سگ دعوای بزرگ داریم با یه جنگ گرگا. غیر از جنگ این جناح با اون جناح تو هر جناح هم یه دعوا داریم اینقدر سر لیست و شرکت کردن و نکردن و از این ادا اطفارا. جنگ گرگا و سگ دعوا به کنار،
قابل فهمه، ولی رشوه‌گیری شورای نگهبان کجای دلم بذارم؟ مگه قرار نبود اینا جلو دزد و رشوه‌گیرا رو بگیرن؟ هر چی بگنده نمکش میزنن. وای به روزی که بگنده نمک های دکتر. هر چی سوال است جواب میدهم. وای به روزی که بگندد سوال. تو هنوز فکر میکردی که اینا پالونشون صافه؟ نه خیر، با همون دکترین 5 تا پرتقال داشتم چشمامو میبستم آی دکتر. ولی سوال اصلی، اینا که این کارن خودشون هم سازوکار رشوه رو راه انداختن، اونوری هم که رشوه دادن میدن که خوراکشون هست. پس چرا بازم رد صلاحیت شد آی دکتر؟ تو دیدی استراتژی نیستی؟ آخه این رشوه بدبخت تا از دست کاندیداه بره به چرخ دست دلالا، برسه دست کت خدایی، اونجا برسه جای دیگه، خب تموم شده دیگه. سوال استراتژیکی، چرا زرافه نمیتونه شیر بخوره؟ نمیتونه آی دکتر، نمیدونم. چون این شیر تا از اون بالا را بیفته بیاد برسه به معده‌اش، خب فاسد میشه دیگه. شیر فاسد و زرافه و شورای نگهبان فاسد رو بذار کنار آی دکتر. انتخابات رو استراتژیکی بررسی کنیم. این که مقام عضو گفتن با این که میدونم از من بدتون میاد ولی بیاین رای بدین معنیش چیه؟ آها، سربسته بهت میگم. اگه بخوای کارت پیش بره، یا باید گردن کلوپ باشی یا باید این گردنه رو کج کنی. ولی اگه قبلا گردن کلوپی کردی، الان به روز افتادی که گردن کج میکنی، میزنن گردن تو میشکنن. وقتی که هیبت عضو شکسته، دیگه کسی جلودار اتفاقای بعدیش نیست که. خبر رسیده توی شهری یه خانومه و یه آقاه با 3 تا جوون داشتن امام جمعه رو میزدن. به خانمه گفتن چرا میزنی؟ گفت به من توهین کرد. به آقای گفتن تو چرا میزنی؟ گفت من داداش همین خانومم، خب غیرتیم. به اون جوونا گفتن شما چرا داری میزنی؟ گفتن دیدیم 2 نفر دارن آخون میزنن، فکر کردیم قیام شده. دکتر گفتین قیام و سرنگونی، یاد ماهواره سرنگون شده نظام افتادم. اوه سرنگونی نظام ول کردی، یاد ماهواره افتادی تو هم. آی دکتر، همون دکترین پرتغال. من به روی خودم نمیارم. آیه دکتر، آذری جهرومی گفته پرتاب موفق بود ولی موفق نشد تو مدار قرار بگیره، مثل موشکای نقطه زنمون که پرتابشون موفقه ولی میخورن تو بیابونای دور اطراف. این آدم پرتاب کلا تو پرتاب موفقه، تو همه چیز دیگه ناموفقه. آی دکتر، این مشنگ تئوریش اینه که اینقدر میزنیم تا بالاخره یه بار تو مدار قرار بگیره، ولم نمیکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن برق مشنگر گرفت، داشت همینطوری میلرزوندش. ننش بهش گفت ولش نکن پسر، خودشه، همین بود بابا تو کش. از همون اول که حاجی روحانی این ناکس آذری جهرومی رو رونمایی کرد، همه بهش گفتن این مشنگه نباید بهش پر و بال داد، گوش نکرد. الان همونایی هم که حاجی روحانی انتظار داشت ازش دفاع بکنن، میگن این شوت سنگین چیه برداشته آوردی بستی به ریشت. فهمیدی یا نه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف با بچه تو بغلش وارد اتوبوس شد. راننده اتوبوس بهش گفت این زشترین بچه‌ای که تو عمرم دیدم. طرف خیلی ناراحت شد. به یکی مسافره گفت دیدی این راننده چه توهینی کرد؟ مسافره گفت آره راست میگی، باید شکایت کنی. الان این میمونه بده من نگه دارم، تو برو پیش مدیر اتوبوسرانی شکایت کن. روشن شد یا بفرستم پیش مدیر اتوبوسرانی؟ آیه دکتر، شما به وزیر ارتباطات نظام گفتین میمون. آره دمتون گرم، کم گفتین که زیاد نگفتین. ولی تو اون مثال تاکسی و چرچیل نگین من نفهمیدم. شما با عبارت توهین‌آمیز گور باباش به التزام نداشتن این بسیجی‌ها به مقام عظما اشاره کردید. اشاره چیه؟ همه جای دنیا دارن میگن، دارن میبینن. صبح تا شب تو خیابون التزام چیه؟